گوگوش یکی از بی‌نظیرترین و تأثیرگذارترین زن‌های خواننده ایران که این روزها به خاطر مصاحبه پسرش کامبیز تو برنامه آنکات علیرضا امیرقاسمی دوباره اسمش به سر زبون‌ها افتاد. کامبیز از مادر خودش گلایه کرده و گفته که اون تو بچگی کنار من نبوده. فائقه آتشین با اسم هنری گوگوش متولد 15 اردیبهشت 1329 که البته شناسنامه اون رو متولد 18 بهمن نشون میده. اما خودش تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته که مادرش بهش اینطور گفته که اون تو 15 اردیبهشت به دنیا اومد و اونا شناسنامه‌اش رو دیرتر گرفته. اون فرزند صابر آتشینه و پدرش یک شومن بوده و به خاطر همون پای گوگوش هم از بچگی به بازیگری باز شده. اسم گوگوش رو دایه ارمنی اون براش گذاشته. گوگوش تو زبان ارمنی اسم پسر. پدر و مادر اون وقتی تنها گوگوش 2 سالش بود از هم جدا شدن. اون 4 بار ازدواج کرده که هر 4 بار اون به طلاق انجام. بعد از انقلاب اون 21 سال نخوند و در نهایت تو سال 79 اجازه خروج از ایران بهش داده شد. تو سال 81 اولین کنسرتش رو گذاشت. گفته شده که بعضی از کنسرت‌های اون بالای 15000 نفر تماشاچی ثبت شده با بلیت داشتن.